5 مورد از باورهای غلطی که به واسطه محتوای کلیشه‌ای شبکه‌های اجتماعی در ذهن ما شکل گرفته رو مورد بررسی قرار میدیم و در نهایت با مثال‌های کاربردی به یک نقشه راه شفافتر دست پیدا می‌کنیم. مورد اول، نوشتن هدف. برای رسیدن به موفقیت باید اهداف خود را به صورت مکتوب بنویسید. مورد دوم، تجسم موفقیت. هر روز باید به موفقیت فکر کنید و جایگاه خود را پس از آن تجسم کنید. مورد سوم، داشتن انگیزه. همواره مطالب انگیزشی بخوانید، ببینید و هر کاری برای افزایش انگیزه خود انجام دهید. مورد چهارم، داشتن اهداف بزرگ. برای موفقیت باید اهداف بزرگ در سر داشته باشید. مورد پنجم، تلاش زیاد. با تمام توان باید برای رسیدن به موفقیت تلاش کنید.